دانشگاه‌ها شروع شده و این ویدیو مخصوص دانشجوست، به ویژه ترم اولیا که تازه 1-2 هفته بیشتر نیست کلاساشون شروع شده. از من به شما نصیحت ترم اول رل نزنید که پشیمون میشید. طبق معمول اول از همه حسابی ضد آفتاب میزنید، صبر میکنید جذب بشه. بعد یه مقدار خیلی کمی بیبی کرم یا سیسی کرم میزنید، فقط واسه اینکه رنگ پوستتون یک دست بشه. کانتور پودری خیلی ملایم انجام میدید در حدی که فقط سایه بندازه و بعد با براش کامل فیدش میکنید. هیچ خطی نباید مشخص باشه. بعد به صورت ضربه‌ای به کل صورتتون پنکیک میزنید. رشگونه هلوی ملایم یا نود روی استخون گونه‌تون میزنید به سمت بالا. با مداد چشم بن مژه‌تون رو تیره میکنید. با براش فیدش میکنید و میتونید برشتون رو بزنید توی سایه مشکی یا قهوه‌ای واسه اینکه فیکسش کنید و نریزه. در انتها ریمل میزنید و یه رژ لب نود. بعد تمام. الان که دارم این ویدیو رو ادیت میکنم ساعت 4 صبح و چند ساعت دیگه باید پاشم برم سر کار. با یه لایک و سیو و شیر ساده میتونی خیلی به دیده شدن پیجم کمک کنی. ممنون از اینکه ویدیو رو نگاه کردید. بفرستید واسه دوستاتون.